سلام دوستای عزیز، در این ویدیو میخوایم برای شما بنچمارک تعریف کنیم. بنچمارک چیه؟ بنچمارک عبارت از یک نقطه معین و مشخصه، یک نقطه که ارتفاع زی نظر و سطح بحر معین و مشخصه. اگر شما در ساحه بنچمارک نداشتین، بار اول است که شما میسازین، شما باید بنچمارک که ساختین قیمت از بنچمارک نظر به سطح بحر توسط GPS پیدا کنید. شما در کارهای انجینری حتما به بنچمارک سر خوردین، خصوصا در کارهای سروی و نقشه برداری. بناهن برای انجینیرها دانستن بنچمارک ضروره. خب در ساحه حالا مثلا ما میریم برای سروی کردن، برای نقشه برداری، شما مثلا بنچمارک ندارین، چطوری بنچمارک میسازین؟ یک ساحه را میگیرین، توسط مثلا بل میکنین، یک ساحه را مثلا یک جای را مثلا چقور میکنین، 40 سانتی در 40 سانتی مثلا کانکریت میندازین، یا 35 سانتی در 35 سانتی کانکریت میندازین، نظر به دلخواه خود کانکریت میندازین و یک دانه سیخ یا ملگرد، شما سیخ میگین ملگرد میگین، هر چی میگین، یک دانه ملگرد داخل از این میکنین، داخل کانکریت در مرکز از این یک ملگرد داخل میکنیم. سر از این ملگرد نیم سانتی یا یک سانتی از کانکریت بالا مگذاریم. بعد از او که خشک شد، درست شد، آماده شد، بعد از او GPS را بالای زمین میگذاریم، بالای زمین ملگرد قیمت از زیر نظر به سطح بحر پیدا میکنیم، یعنی قیمت ارتفاع از زیر نظر به سطح بحر پیدا میکنیم. خب وقتی که GPS را گذاشتین بالای زی، کوشش کنین که 20 دقیقه یا نیم ساعت حداقل صبر کنین که قیمتی درستتر و اساسی‌تر برای شما بده، یعنی دقت GPS بالا بره یا قیمتی خوبتر برای شما بده. بعد از اون قیمت از زیر توسط GPS پیدا میکنین. خب قیمت از زیر که پیدا کردین، شما بعد از او اگر به یک بنچمارک ضرورت داشتین، حالا مثلا اگر کارهای لیول کاری باشه، شما به یک بنچمارک کفایت میکنه. یک بنچمارک شما در ساحه داشته باشین، میتونین دیگه بنچمارک هم در ساحه درست کنین، از روی زمین بنچمارک میتونین دیگه بنچمارک درست کنین. اما اگر شما توسط توتال استفاده کنین، توتال استیشن استفاده کنین، باز یک بنچمارک کفایت نمیکنه، باید یک بنچمارک دیگه هم باید بسازین، حداقل 2 بنچمارک باید در ساحه داشته باشین. باز شما میتونین که یک بنچمارک دیگر هم باید بسازین. اگر کارهای لیول کاری بود، مثلا در ساحه لیول کاری داشتین یا کار توسط لیول بود یا نقشه برداری توسط لیول بود، شما در یک بنچمارک کفایت میکنه. یک بنچمارک ساختین، بنچمارک دیگر هم شما ضرورت اگر باشم شما میتونید توسط ازمی بنچمارک های دیگر هم بسازید. اما در کارهایی که توسط توتال استیشن باشه، شما نمیتونین که دیگه بنچمارک بسازین از روی زی، چون کوردینات از اون معلومه. خب این مثلا شما بنچمارک درست ساختین، کوردیناتش معلوم کردین، ارتفاعش نظر به سطح بحر معلوم کردین، حالا اگه بنچمارک دیگر بسازین، خب معلوم داره که کوردینات از اون نامعلومه، باید کوردینات از دورم باید پیدا کنین توسط GPS. اما در کارهای لیول کاری چون به کوردینات شما ضرورت ندارین، صرف به الیویشن ضرورت دارین، صرف به قیمت ارتفاعی بنچمارک نظر به سطح بحر ضرورت دارین، شما میتونین که با یک بنچمارک مثلا میتونین از یک بنچمارک استفاده کنین. اگر ضرورت هم شود دیگه بنچمارک شما میتونین که از روی زمین بنچمارک یا بنچمارک هم بسازین، نیاز به کوردیناتش هم ندارین، صرفا فقط ارتفاع از را نظر به سطح بحر معلوم میکنین. که ما میتونیم اگر دیگه بنچمارک هم بسازیم، مثلا دیگه در اینجا یک بنچمارک دیگه بسازیم، اگر این بنچمارک خود را بی ام مثلا یک نامگذاری کنیم و این را بی ام 2 نامگذاری کنیم، ما قیمت این نظر به سطح بحر میتونیم از روی ازی پیدا کنیم. میتونیم اگر قیمت از این نظر به سطح بحر معلوم باشه، قیمت از بی ام 2 خود را میتونیم نظر به این پیدا کنیم از سطح بحر، اما کوردینات شکل نمیتونیم پیدا کنیم. اما اگر ما توسط توتال استیشن سروی کنیم، باید قیمت از زیر مثلا از سطح بحر میتونم قیمتش از روی ازی پیدا کنم، قیمت ارتفاعش، ولی کوردیناتش باید توسط GPS انتخاب کنیم. خب تا اینجا فهمیدین که بنچمارک حالی چیه؟ بنچمارک اونمو یک نقطه یکی از سطح بحر دارای ارتفاع معین و مشخصه و فهمیدین که
در لیول کاری یک بنچمارک میتونه کفایت کنه. بنچمارک های دیگر ما میتونیم از روی زمون بنچمارک بسازیم، اما در کار سروی توسط توتالیزیشن و 2 بنچمارک حداقل ضرورت داریم که ما بتونیم بنچمارک سوم را اگر ساختیم از روی زمین 2 بنچمارک باز میتونیم بنچمارک سوم را بسازیم. خب هر بنچمارک از خود یک نام داره، مثلا BM1 BM2. حالا شما میتونید نامگذاری کنین، هر نامگذاری که شما به نظرتان خوبتر بهتره همون نامگذاری میتونید روی از بنچمارک ها نامگذاری کنین. خب در این قسمت بنچمارک فهمیدیم. در درس های بعدی دیگه ما شروع میکنیم بخیر به سروی کردن که چطوری مثلا نقشه برداری کنیم. دیگه برای ما بنچمارک معلوم شد، ما نظر به این بنچمارک ها میتونیم که کارهای سروی خود شروع کنیم. موفق باشید، زنده و کامگار باشید.